هزاران نفر از مردم شهر بوداپست روز یکشنبه در اعتراض به سیاست‌های ضد مهاجر ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان تظاهرات کردند. معترضان خواهان اصلاح رفتار پلیس و دولت در مقابل مهاجرانی هستند که تلاش می‌کنند از طریق این کشور خود را به اروپای غربی برسانند. یکی از معترضان میگوید وجدانم به من اجازه نمیدهد که دست روی دست بگذارم و کاری نکنم. معترض دیگری نیز با اشاره به اینکه خود وی نیز یک فرد خارجی است میگوید من از 7 سال پیش در مجارستان زندگی میکنم. من هم یک مهاجر هستم. یک مهاجر قانونی چون خوش شانس بودم. امروز برای نشان دادن همبستگیم با این مهاجران درمانده به اینجا آمده‌ام. رفتار دولت با آنها غیر انسانی است. دولت مجارستان برای ممانعت از ورود مهاجران شروع به احداث دیواری از سیم خاردار به طول 175 متر در مرز این کشور با صربستان کرده است. خبرنگار یورونیوز از بوداپست میگوید امروز تظاهرات کنندگان یک پیام روشن به اروپا و دنیا فرستادند. آنها نمیخواهند که دنیا مردم مجارستان را با دولت مجارستان یکی بداند. آنها میگویند سیاست‌های ویکتور اوربان با ارزش‌های اروپا سازگار نیست. بوداپست